همه چیز از یک محله فقیر در دل جزیره دور افتاده مادیرا شروع شد. جایی که پسری به دنیا میاد که حتی یک نفر هم فکر نمی‌کرد قرار روزی تبدیل به سرشناس‌ترین انسان روی کره زمین بشه. اسمش کریستیانو بود. کریستیانو رونالدو. از همون بچگی توپ رو به هر چیز دیگه‌ای ترجیح میداد. شب‌ها با توپش میخوابید و روزها توی خیابونای مادیرا با بچه‌های محل فوتبال بازی میکرد. اما زندگی همیشه روی خوشش رو به کریس نشون نمیداد. پدرش یک کارگر ساده بود و مادرش هم ماریا، با اینکه شرایط مالی سختی داشتن اما همیشه اصلی ترین حامی کریس بود. توی 12 سالگی خانواده‌اش تصمیم گرفتن که کریس رو به لیسبون بفرستن تا توی آکادمی اسپورتینگ آموزش ببینه. در اون روزها کریستیانو روز و شب برای رسیدن به رویاش تمرین میکرد. حتی در 15 سالگی با یه مشکل قلبی هم روبرو شد. دکترها بهش گفتن